زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. ما یکی باشیم درون این طوفان، شجاع و بی پروا مقابل شیطان که وارث خشمیم، صدای هر عصیان به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی. بیا بیا تو هم کنار من، بمان بمان هوای رزممان، سرود روشن سپید از بز شبان، صدای برش نهایی و خروش من، زن جهان رانی از این سرودمان، شکفتنی نشان ما در این جهان. بیا بیا تو هم کنار من، بمان بمان هوای رزممان، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، در سر هوایی دارم، بانگ صدایی دارم، در دل نوایی دارم، من نی نوایی دارم، صبح پگاهی دارم، از نو نگاهی دارم، دیده براهی دارم، فرخنده ماهی دارم، من آفتابی دارم، شمشیر نابی دارم، روز حسابی دارم، خشم و عذابی دارم، شیر ژیانی دارم، گرز گرانی دارم، راز نهانی دارم، شوری دجانی دارم، من خون فشانی دارم، آتش فشانی دارم، رستم نشانی دارم، دشمن کشانی دارم، من انقلابی دارم، من پیچ و تابی دارم، با خود کتابی دارم، فصل خطابی دارم، من کارزاری دارم، فکر شکاری دارم، از نو بهاری دارم، از خود گذاری دارم، اینک قیامی دارم، روشن پیامی دارم، شیرین کلامی دارم، شیوا سلامی دارم. بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن پاشو بیا بیرون سرتو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. پاشو بیا بیرون شهرتو بس بگیر، اختیار فرداتو دست بگیر، پاشو بیا بیرون دیروزو بکن، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. زن
زن زندگی آزادی. درودهای ما رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگر با پخش زنده ویژه پوشش اعتراضات و اعتصابات در سراسر ایران در خدمت شما هستیم. همان گونه که دیوار نویسان و اشعار و شعارهای مردم در خیابونها میگن این خیزش نیست، این صدای انقلابه. امروز در استودیو همراه هستیم با رفیق فریدون ناظری عضو کمیته مرکزی کامله که در مورد این اعتراضات و اعتصابات و بدیل آینده جمهوری اسلامی با هم گفتگویی داشته باشیم. رفیق فریدون خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. اعتراضات وارد 37مین روز خودش شده و مشخصه که این جنبش سر باز ایستادن نداره. خب مردم تو فکر این هستن، حتی جوونا، که بعد از رژیم جمهوری اسلامی بدیل یا جانشینش کی میتونه باشه؟ من اگه شما اجازه بدین یک کارایی میکنم، اسمشو گذاشتم کلام آهنگین، چون من واقعا شاعرم نیستم، اینم اصلا شعر نیست معنی مدرنش، اینم ناقصه، ولی فکر میکنم به اندازه کافی فعلا هست، بعدا روش کار خواهم کرد. میخونم و جواب شما رو میدم. موافق هستین شما؟ حتما. اسمش از انقلابی شجاع. انقلابی جوان که تند میروی به کین، با یار و یاوران ضد سپاه دین، با گام استوار با مشت آهنین، راحت خجسته و اهداف پرتنین، اما امید ما ای نعمت زمین، گاهی درنگ کن آینده رو ببین. خطاب به شما میگم چون شما جوونی. بله. ما هم جان فدا در عصر این چنین، تازان علیه تاج رفتیم با یقین. پندی گوهربار هوشیارانه و متین، دادند من به دل پیران نکته بین. مثل خودم. بله. پندی گوهربار هوشیارانه و متین، دادند من به دل پیران نکته بین. ای نور دیدگان ای نعمت زمین، گاهی درنگ کن آینده رو ببین. گر تاج ننگ رفت با مهر مفسدین، کیها مراقبن هستن جانشین. گفتیم جملگی با صدق و با یقین، هر کس بیاید خود بهتر است از این. پس ما به بی بدیل بی نقشه‌ای برین، با چشم بستمان رفتیم دل کمین. هرچند بودمان آمال بهترین، دشمن رسانه داشت با بمب آتشین. بله اونا واقعا زیبا بود. بدیل شدن، اونا بدیل شدن بردن. ما 1% بسیار عظیم باید از این شکستمون در دوره انقلاب 57 بگیریم. ما 10,000 کشته و شکنده شده و ناقص العضو داریم. حتی نه فقط ما، مردمی که حتی به طریقی ایمانی داشتن به آرمان اونا، اینا رو بردن جنگ. 700,000 نفرشون رو کشتن دادن. 35,000 از اونا بچه بودن. اون 700,000 نفر خانواده هاشون فلان فلان و اونایی که زخمی شدن فلان اومدن دیدن یه عده غارت کردن و بردن، امکانات دست اونا، سرمایه دست اونا فلان، اینا موندن. این وضعیت سبب شده که یه رژیمی اومد فقط برای سرکوب انقلاب، هیچ وقت به صورت رژیم تولید بورژوایی هم نشد. بنابراین با خودش فقر آورده، با خودش کلیه فروشی آورده، با خودش زندان و شکنجه آورده، با خودش محیط زیست ویران آورده. همه چیزمون در حالت ویرانیه. چرا؟ برای اینکه روزی همونو گفتیم، جدی میگم اینو، ببخشید اینو من توهین به سگ نشه، اون وقت خب با اون فرهنگ اون دوره میگفتن سگ بیاد از شاه بهتره و ما به بی بدیل رفتیم. الان باید به فکر بدیل هم بود، چون احتمال
موفقیت این انقلاب زیاده. البته هیچ کس نمیتونه چیز بکنه که یه گاهی مدتی دوباره سکوت بکنه و عقب بره و اینا، ولی به نظر نمیرسه. به نظر میرسه این جمهوری اسلامی رفته. خب جمهوری اسلامی وقتی میره ما باید از همین حالا بدونیم چه نیروهایی باید جانشین اینا باشه. ای جوونی که تو بیشترتون بچهای کارگر و زحمت کشین، من نمیگم طبقات متوسط حتی یه ذره مرفه نیومدن، ولی طبقات متوسطی هم، اقشار متوسطی هم که اومدن به پرولتاریا نزدیکن. اونا زیر این فشار فقر تبدیل شدن به مشت کارگر. تو شهرها نمیتونن بمونن دیگه. اونا هم رفتن به حاشیه. نه مسکن مناسب هست، نه زندگی مناسب هست، نه آب هست. برای کشاورز حقابه وضعش ناروشن. این همه دشمنی با همسایگان درست کردن، با مردم منطقه درست کردن. خب ما باید بدونیم یک رژیمی باید بیاریم که برامون این خصوصیات رو داشته باشه. اولین کارش استثمار رو بزنه. منتها این یه تعریف داره استثمار رو دادن. ما میتونیم سرمایه های بزرگ و زود ملی کنیم اگه یه حکومت شورایی مردمی تحت رهبری، به نظر ما کمونیستا، تحت رهبری سوسیالیسم کارگری، سوسیالیسم علمی، کمونیستای رادیکال، اگه این بیاد باید چی باشه؟ اولین کار این استثمار بزرگ رو میزنیم. استثمار بزرگ یعنی شرکت های بزرگ، بانک های بزرگ، صاحبان ثروت های بزرگ، اونایی که کوه و جنگل و همه رو بردن. همه اینا رو میشه دولتی کرد. اما سرمایه های کوچک رو فقط باید قانع کرد. یعنی وقتی که قدرت میگیره اون دولت شورایی باید اقتصادی راه بندازه که به تدریج اون سرمایه های کوچک شامل دهقانا، شامل افزارمندا، اینا رو قانع بکنه که این بهتر به ما بپیوندی. برای همه این کارا باید یک درک درست و پایه‌ای داشته باشیم از دولت بورژوایی. دولت بورژوایی یک دولتیه که از این سیستم استثمارگرانه، از این رابطه کارگر و کارفرما دفاع میکنه. ارتشش، رسانه‌هاش، سیستم آموزشیش، عاداتش، اخلاقیاتش، تبلیغاتش. این زمانش حکومت پهلوی شاه فقط رفت ولی این مجموعه موند، افتاد دست یه حکومتی. حکومت پهلوی به اندازه این خشن و درنده نبود. چرا؟ برای اینکه یک دوره رونق داشت، تا رونقش تموم شد انقلاب شد. مبارزه طبقاتی عظیم و اومدن کارگرها که عمیق میکنه مبارزه طبقاتی رو، به اون شکل اصلا وجود نداشت در زمانش. ولی این که اومد لازم بود برای بورژوازی، برای حفظ سرمایه، برای حفظ استثمار، برای حفظ رابطه کارگر و کارفرما، وحشیانه ترین دیکتاتوری رو بیاره. در دنیا بی‌نظیر بوده این میزان از تباهش. خب ما میخوایم یه حکومتی بیاد، استثمار به اون معنی اولیه که تعریف کردم فوراً نمونه، زن و مرد با هم برابر، آرامش و آسایش. هر نوزادی که به دنیا میاد در بهترین بیمارستان‌ها با بهترین کارشناسان بزرگشون کنیم، همه امکانات در اختیارش باشه. تا وقتی که پول مونده، تا مدتی پول میمونه، یه پولی براشون تعیین میکنیم. هیچ کس یا بیکار یا بی پول نخواهد موند. آموزش مجانی، بهداشت مجانی. میگن پول اینا از کجا؟ پول کلان ریخته شده، پولشون خودشون در میارن، تولید میکنن. تولید چندین برابر خواهد شد. تکنولوژی در سطح بسیار عالی به کار گرفته خواهد شد. این چشمانداز و این جوونی که امروز میره تو چیز باید داشته باشه. میگن کجا این عملی شده؟ میگم در انقلاب اکتبر، تا مدتی که انقلاب به شکست کشوند بورژوازی و ناسیونالیسمش با کمک بورژوازی جهانی در جنگ شکست خوردن در برابر پرولتاریا. ولی تا شکست بخورن پرولتاریای انقلابی رو از بین بردن، شوراهاشون رو از بین بردن، حزب رو ضعیف کردن، حزب تبدیل به ناچار جانشین چیز شد. بعد
80% اون جامعه دهقان بودن، طرفدار سرمایه خصوصی بودن. انقلابمون رو به شکست کشوندن. ولی اون 7 سال ببینید چه کردن. ببینید حقوقی که برای زنا به دست اومد در دنیای اون دوره و هنوز هم بی‌نظیره. استثمار اون در اون سطحی که من میگم بلا فاصله از بین بردن. با همون ماهای اول همون رو آوردن، یک بانک موند برای در دست شورا و بقیه هم گرفتن. عملی شده اینا. این زندگی، اینی که بهداشت مجانی، همه چی مجانی، نوزاد به اون شکل، بچه به این شکل، کودک به اون شکل، کارگر به این شکل عملی شده. حتی انقلاب کبیر اکتبر به شکست کشوندن. خب یه حکومتی سر کار اومد دیکتاتوری، ولی هنوز دستاوردهای انقلاب رو نتونسته بود از بین ببره. در دوره‌ای که شوروی حضور داشت تا وقت سقوطش در 1991 اواخر 91 مردم بیکار نبود، مطلقاً بیکار نبود، بی خانمان نبود، همه بهداشت و آموزش مجانی بود. در آلمان شرقی برای نوزادان و کودکان یک سیستم آموزشی چنان عالی داشتن که هیچ کدوم از اون کشورهای غربی به پاش نمیرسید. همین شوروی رو تو دیکتاتوریشو منها کن، قابل مقایسه با تباهشی که در آمریکا تحت سرپرستی سرمایه‌ات نبوده. کجا اونجا بیکار نبوده؟ کجا اونجا همه چی مجانی بوده؟ کجا اونجا نوزاد به این شکل بوده؟ کجا اونجا برابری طبقاتی به اون شکل بوده؟ بنابراین اون پس من به جوونا میگم عملی شد توسط طبقه کارگر انقلابی تحت رهبری یه حزب منضبط کمونیست بولشویک به رهبری یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ که لنین باشه عملی شده. بنابراین به نظر من باید به فکر بدیل بود و این کلیدیه، واقعا کلیدیه. ما اون وقت مثلا ما هم جوان بودیم دیگه، خب رفتیم اون کارا رو کردیم. اولین کارمون این بود در بریم به کوه. من اگه به کوه در نمی رفتم به کوه، پیشمرگ کوماله نمی شدم، از بین رفته بودم. من نوعی میگم. خیلی از جوانای دیگه از شهرها، تهران، اینور اونور، اصفهان اومدن با ما. اول شهرها دستمون بود، دموکراسی عالی در کردستان بود، بعد به تدریج این ارتش نه سپاه، اینو ما نباید فراموش کنیم، این دشمن اصلی. سپاه یک نیروی تاجر شده، تباهشش، بیرحمیش، اینا به جای خود خیلی سریعتر از بین خواهد. این ارتش ما رو رون قدم به قدم از مرز بیرون کرد، ولی ما حفظ شدیم، ما موندیم. برای اینی که تسلیم نشدیم. مقصودم اینه که خب ما انقلاب کرده بودیم، این واقعیتیه. من با تصور اون دارم. اصلا وقتی که اون روزی که من در جلو دانشگاه تهران وایساده بودم، اطلاعات کیهان بود یا اطلاعات یا هر دو، با تیتر درشت نوشتن شاه رفت. من انگار تمام ابرهای ذهن و جلو چشم و همه چیم از بین رفت. یک افق روشن مثل بهاران، باغستان، گلستان، همه چی در چشمم متصور شدم. مقصودم اینه که با این تصور یه رژیمی اومد از همون حتی قبل از اینکه قدرت بگیره با دیکتاتوریش اومد. حزب اللهی ها میریختن همون وقت، آدمای کمونیست و آدمایی که بحث آزاد میکردن اینا رو میزدن، فلان میکردن. وقتی که سر کار اومد شروع کردن به درست کردن یه جماعت عقب افتاده، بخشن لومپن. بخشن هم بچه بازاری اینا بودن، لومپن نبود، بخشن لومپن. اینا رو تبدیل کردن به پاسدار، زندان ها رو بلافاصله راه انداختن، دستگیری ها رو بلافاصله راه انداختن، کشتار، شکنجه هایی کردن که به نظر میرسه از سوری و موری اینا حکومت بعث و مات اینا یاد گرفته بودن. یعنی حکومت پهلوی با ساواک بسیار وحشتناکش اصلا
نشنیده بودم من اون شکل از شکنجه ها رو عملی کرده باشه. شاید هم ضروری نبود، چون بزرگترین مبارزین در برابرشون مجاهد و فدایا بودن. این بار طبقه کارگر بود، این بار توده عظیم مردم بود، این بار توده عظیم زنان بود، این بار توده عظیم ملیت ها بود. یک بلایی، یعنی اون تصور من ببخشید، اون تصور من دم دانشگاه تهران تبدیل شد به یک کابوس. اما خب تسلیم نشدیم، ادامه دادیم، هنوزم امیدواریم. برای اینکه امروز شنیدم از رفیق همین امروز میگفت کسروی گفته ایرانیا به یک حکومت آخوندی، یعنی به اصطلاح اون، چون این مسئله آخوندی اصطلاح غلطیه، اینا حکومت بورژوازی و سرمایه‌داری ایران بودن. یک سرمایه‌داری جدیدم که شکل گرفت، حریص‌ترین و غارت کننده ترین شد، ولی به هر حال مال اونا بودن. حکومت آخوندی درست نیست ولی کسروی گفته حکومت آخوندی یا هر چی، گفته ایرانی‌ها بدهکارن. خب ایرانی جوون شجاع، خب ما بدهیمون دادیم با اون هزینه های عظیم. میخواین اینو تکرار کنیم؟ هر حکومتی که سر کار بیاد با عنوان شاهی، با عنوان دموکراتیک، با عنوان این که من نمیخوام قدرت بگیرم، تو بخوای قدرت بگیری و نگیری چی؟ ما با طبقه طرفیم. خمینی هم گفت من یه طلبه میشم. ما با طبقه طرفیم. اینام بیان. بله رفیق فریدون، عذر میخوام، پسرش هم دوباره تو رسانه های امپریالیست از جمله BBC و ایران انترنشنال اینا داره مدام مصاحبهاش پخش میشه و بازپخش میشه که من برای خودم نمیخوام، من جایگاهی نمیخوام. دقیقاً مثل همین حرف خمینی که گفته من یه طلبم و در قم میشینم و بعدم. که نظرتون در این مورد چیه؟ من نظرم اینه که ببینید، ما اگه حکومت بره و ما هم بازنده بشیم، دوباره بورژوازی دیگری سر کار میاد. بورژوازی که اولیه با خود شاه با 11 میلیارد دلار اون دوره رفت، یه بورژوازی جدید شکل گرفت که پوست طبقه کارگر و مردم زحمتکشو کند. اینم بره، یه اقشار اینجوری دیگه میان، اونا باید سهم خودشونو ببرن. ایران یکی از اون کشورهای آسیاییه که 2500 سال با دیکتاتوری اومده. ایران بورژوازیشو انگلیس به اصطلاح امپریالیست استعمارگر شکل داده، بعدن آمریکا چیزش کرده. اینا هم بیان سر کار، ما یه مقدار دموکراسی خواهیم داشت. مال قدرتیه که بالاخره چپ و کارگر تا مدتی خواهند داشت، چون که در دوره 58 داشتیم، 59 داشتیم، ولی از اون پس خواهند گرفت. مثل دوره خمینی از همون روز اول ما رو خواهند داشت. همین الان حکومت چیزو نگرفته این پسر شاه، کاری هم نیستین. این اصلا به نظر من بدیل اصلی هم نیست. من الان توضیح میدم. ما مثلا رفقامون در اروپا اکسیون میدارن، پرچم نمیبرن، میگن با وحدتمون چیز بشه. اینا با پرچمشون میان. هر جام که قدرت داشتن نداشتن حتی ما بریم میکروفون رو به دست بگیریم صحبت کنیم، نه فقط پرچم. از همین الان نشون دادن اینا دیکتاتورترین ها خواهند بود. از خمینی و حکومت اسلامی بدتر. چرا؟ برای اینکه مبارزه اینقدر عمیق و این باید با تمام دیکتاتوری هاری بیشتر از دوره حکومت خمینی و فلان اینا سرکوبش کنن دیگه. اینکه این اصلا بدیل اصلی این چیز نیست. الان اولا بدیلشون فقط حفظ حکومت. الان ما همه دقیق میدونیم، یک نفرشون نگفتن ما میخوایم رژیم تغییر کنه، ولی میدونیم، ما میشناسیم امپریالیستا رو، میشناسیم سرمایه‌داران بزرگو. اینا مدت هاست به فکر بودن، بدیل های خودشون رو چیدن، آماده کردن، اینم تو اون ته گذاشتن. ولی اگه براشون هیچ چاره ای نمونه، حکومت دیگه نتونه بمونه، نیروی مسلحش در هم بریزه، اون وقت دست خواهند برد به نظر من از داخل خود همین حکومت. عده بسیار زیادشون طرفدار سرمایه‌داری جهانی و غرب و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پولینان.
اینا که حکومت کردم هستن، اینا دم و دستگاه شناسن، اینها زندانبان ها بودن دیگه. اینی که اون اصلاح طلبان حکومتی، اونا هم در حکومت بودن، اونا هم تجربه دارن، کلی ما رو متوهم کردن به اینا. این بدیل خطرناکتریه. لیبرالیسم وطن خطر اصلی تره. سوسیالیستا با گرایش سوسیالیستیشون باید این واقعیت رو بدونن. اما اگر هم هیچ چاره نبود و اون پسر شاه اومد، اینا همه میارن. گفتم بحث طبقه است، بحث سیستمه، بحث حفظ دولت بورژواییه. هر کی بتونه حفظش کنه میارن. وقت سال 57 مگه آمریکایی‌ها با اون همه اتاق فکر و اینا نمیدونستن حکومت اسلامی مناسبشون نیست؟ ولی در برابر چپ نیرومند اون دوره و اینی که ترسی داشتن حکومت دست زیر نفوذ شوروی قرار بگیره، با خمینی تماس گرفتن در نوفل و شاتو، توطئه هاشون رو چیدن، یک ژنرال فرستادن ارتش عظیم شاهنشاهی رو که دیکتاتورترین و سرکوب کننده ترین بود تحویلش دادن. جوونا باید بدونید اون دوره تموم شده، اون نفوذ تموم شده. ما توان داریم، ما طبقمون رو داریم، ما پشتیبانی جهانی داریم. این پشتیبانی جهانی بی پایه نیست. مردم دنیا هم از دست سرمایه به تنگ اومدن. مردم دنیا هم امیدوارن یک جای پنجره باز بشه و این پنجره تو ایران داره باز میشه. بنابراین ما هم شانس داریم به فکر بدیل خودمون باشیم، بدیل سوسیالیستی. خب این جوانایی که الان تو خیابونا هستن باید چی کار کنن؟ سازمان بدن. البته سازمان هم دادن. همینی که میشنویم تو محلات سازمان پیدا کردن، شورای محلات درست کردن. دیگه اینی که سازمان دارن خودشون. این جوانای کارگران دیگه، بازنشسته ها انقلابیون قدیمن، بازنشسته ها کارگرای گذشتن، همه اینا تشکل دارن، رهبر دارن. رهبر مهمه، اما هنوز به هم گره نخوردن. بله دقیقا میخواستم اینو بگم. خب ما مدام در برنامه همون داریم تکرار میکنیم که رهبران با درایت محلی دارن. خب این رهبران محلی چطور باید با هم اتحاد داشته باشن و یه رهبری قدرتمند بسازن در سراسر ایران؟ گوشی تو ایران کار نمیکنه، مثلا این موبایل تماس بگیرن، برن هم دیگه رو ببینن. من میدونم بسیاری از فعالین کردستان وقت خودش رفتن اهواز با کارگران فولاد در تماس بودن، اون تماس ها رو زنده کنن، تقویتش کنن، برن رهبران نفتگران رو ببینن. 7 نفر رو تماس بوده سفر کردن، این اومده اونا رو زنده کنن، هم دیگه رو ببینن، تماس بگیرن. دوره شبکه اجتماعیه، دوره تلفن موبایله، تماس بگیرن، زودم هم دیگه رو جذب خواهند کرد، چون هم هدفن، هم دردن، همه میخوان کمترین تلفات رو بدن به نتیجه برسن. بنابراین همه دنبال تاکتیک های مناسبن و ما دیدیم این تاکتیک ها رو به طور مناسب تغییر دادن. بنابراین همینجور این جنبش با خودش سازماندهی و رهبری میاره. رهبرای قدیمی که تو جنبش کارگری، تو جنبش زنان تربیت شدن هنوز کاملا نیومدن. هنوز ما فقط کارگران نفت و هفت‌تپه رو داریم که وارد. البته چند کارخانه دیگه مثل فولادسازی خوزستان اینا یه اطلاع یا بیانیه دادن، ولی اینا کافی نیست. در زمان حکومت پهلوی ببینید کارگر همیشه در میدونه ولی هیچکی نمیدونه کارگره، تا وقتی که شروع میکنه به خواباندن تولید و خدمات. در زمان حکومت پهلوی وقتی که اینا تولید رو خوابوندن و خدمات رو فلج کردن، بالاخره سرانجام نفت رو بستن. معلوم شد یک طبقه اومده کار حکومت پهلوی رو اینا تموم کردن اساسا. منتها امپریالیستا قوی تر بودن. این جنبش اسلامی هم بی‌نیرو نبود در داخل، بگیم همینجور بی‌نیرو بود، نه بود. نیروی آدمای از خود بیگانه زیاد داشتن.
اینا رو فوراً حاکم کردن بر اون پیروز واقعی که طبقه کارگر باشه. مقصودم اینه که اونجور الان کار سازماندهی انقلابی، این کلمه انقلابی رو فراموش نکنیم، ما به سازماندهی سازشکارانه الان اصلا در دوره انقلابی یک سازمانی درست کنی بیاد بگه ارتش برادر ماست و سپاهی برادر ماست و چی اینا سمه، اینا برادر ما نیستن، اینا دشمن طبقاتی ما هستن. هر وقت اولا بدنش که بله بچه های ما هستن، ولی هر وقت اسلحه از دستش افتاد اومد تو صف ما میشه خواهر یا برادرمون. پلیس فلان فلان. بنابراین اگه سازمان اینجوری درست کنیم برای از این حرفا بزنه این سمه. ما سازمان انقلابی میخوایم با اون چشماندازی که من گفتم. بنابراین سازمان انقلابی بزنن، رهبری انقلابی که دارن همینجور پختش کنن و جامعه کم کم بشناسدشون، ظاهر بشن در مس میدیا، به اصطلاح رسانه های جمعی. اینجوری. بله سپاسگزارم از حضورتون. خیلی متشکرم شما. بله عزیزان بیننده، شما میتونید با شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست در طول شبانه روز از طریق تلگرام تصاویر، ویدیوها و پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. یک کلیپ اعتراضی میبینیم و برمیگردیم. دنیای آرزویم، بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که از پشت تفنگم میبینمش، وقتی که میجنگم میبینمش، که آنجا دیگر جنگی نه، تفنگی نه، زوری نه تا به زور براندازی. میبینمش که آنجا دیگر سرمایه کار را قیچی نمی کند، کس را کسی اجیر نمیگیرد. آنجا دیگر نیاز را با نان در جنگ نمیبینی. اندیشه ها و پنجه ها و رباط ها می سازند و می سازند از نان و شادی و دانش و زیبایی هر آنچه را که بخواهی. اما دیگر در هیچ کارخانه نمی سازند، نه قفلی، نه گاو صندوقی، نه دستبندی، نه کلاهخودی. آنجا دیگر پلیسی و آخوندی نمی بینی مگر صورتکایشان را در باغ وحش پارک محله. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که نام قشنگش را هر شب بر دیوار خانه های فولاد شهر و زورآباد می نویسند. نامی که هر صبح عزمی دوباره در دلمان نقش می کند. نامی که هر روز بوزینه ها آن را با فرچه هایی چون ریش ها و کینه هایشان سیاه پوش می کنند. اما نام قشنگ دنیایم از زیر آن سیاهی ها هم می گوید آنجا هر جا که می روی زیبا شهر است، با مردمی گشاد دل، با خانه هایی سرشار از عشق و دوستی. دیوار خانه ها تازه اگر دیواری باشد گل بافه های اطلسی و شمشادند که مرزهای نازک خوشبختی را نشانه می کنند. آنجا صفای عشق از بند زور و زر، از پیلی دروغ و ریاکاری آزاد است. زن یار و مرد یار هر دو برابر افسانه نیستین. باور کن این حقیقتی انسانی است. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که روز اول مهر با آرزوی آمدنش هر سال در 100,000 شهر چراغانی، در بیشمار کارخانه، خیابان، میدان جشن و سرور جهانی برپا می‌کنیم. دنیایی که زیر سوسوی فانوس معدن می‌بینم آسمان چراغانش را. دنیایی که در کویر خشک نفسگیر می‌بینمش به سبزی جنگل‌ها، می‌بینمش به سرخی مشعل‌ها. آنجا من و تو یاریم، آنجا من و تو با همه یارانیم. با من نگو کجاست
همین جاست یار من. دنیای آرزوی من و تو همین دنیاست، روی همین زمین سفتی که زیر پای ماست. تنها باید که زیر و رو شود، آری باید که زیر و رو شود، هرچه زودتر با دست ما که ساخته ایم و میسازیم. باید که زیر و رو شود هرچه زودتر. بگذار تا باز هم با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیای آرزویم. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که از پشت تفنگم میبینمش، وقتی که میجنگم میبینمش، که آنجا دیگر جنگی نه، تفنگی نه، زوری نه تا به زور براندازی. میبینمش که آنجا دیگر سرمایه کار را قیچی نمی کند، کس را کسی اجیر نمیگیرد. آنجا دیگر نیاز را با نان در جنگ نمیبینی. اندیشه ها و پنجه ها و رباط ها میسازند از نان و شادی و دانش و زیبایی هر آنچه را که بخوای. اما دیگر در هیچ کارخانه نمیسازند، نه قفلی، نه گاو صندوقی، نه دستبندی، نه کلاهخودی. آنجا دیگر پلیسی و آخوندی نمیبینی مگر صورتکایشان را در باغ وحش پارک محله. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که نام قشنگش را هر شب بر دیوار خانه های فولاد شهر و زورآباد می‌نویسند. نامی که هر صبح از دوباره در دلمان نقش می‌کند. نامی که هر روز بوزینه ها آن را با فرچه هایی چون ریش ها و کینه هایشان سیاه پوش می‌کنند. اما نام قشنگ دنیایم از زیر آن سیاهی ها هم میگوید آنجا هر جا که میروی زیبا شهر است، با مردمی گشاد دل، با خانه هایی سرشار از عشق و دوستی. دیوار خانه ها تازه اگر دیواری باشد گلبافه های اطلسی و شمشادند که مرزهای نازک خوشبختی را نشانه می کند. آنجا صفای درودهای دوباره بینندگان عزیز. در این بخش در خدمت رفیق کاوان صنعی همکارم در بخش خبر هستیم. رفیق کاوان جان سلام، خسته نباشید، خیلی خوش اومدید. سلام کنم خدمت رفیق خانی عزیز. میدونم خیلی خسته‌ای با تمام فشارهایی که هست، میبینم واقعا چقدر زحمت میکشید. امیدوارم موفق و مؤید باشید. من در خدمتتون هستم، اگه اجازه بدید گزارش‌ها رو تقدیم. اختیار دارید، بفرمایید کاوان جان. امروز ما تجمع مردم زاهدان رو داشتیم بر طبق روالی که تعیین کردن خودشون. هر جمعه بعد از که اتفاق افتاد و بر طبق آمار که جدیدا منتشر شده حدود 103 نفر فوت کردن، جان باختن در اون واقعه. و جمعه پیش هم ما مردم زاهدان رو داشتیم که در شهرهای مختلف و از جمله در شهر زاهدان بیرون ریختن و تظاهرات گسترده‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی انجام دادن. امروز هم ما شاهد همین صحنه‌ها بودیم و شعارهای بسیار رادیکالی بر علیه خود شخص علی خامنه‌ای و رژیم سرکوبگرش سر دادن. در بعضی از مناطق شهر زاهدان مثل مناطق حاشیه این نیروهای سرکوبگر انجام شده. همچنین گزارش‌هایی از شهر تبریز و
دیروز فراخوان‌هایی داشتن. مردم تبریز دیشب هم تظاهرات گسترده‌ای بوده. بر طبق اون فراخوان قرار بود که در سالگرد تولد ستارخان از رهبران انقلابی جنبش مشروطه بله رفیق کاوان، فکر کنم مشکلی پیش اومده. بینندگان عزیز اجازه بدید ببینیم میتونیم دوباره ارتباطمون رو با رفیق کاوان برقرار کنیم. تا رفیق کاوان دوباره به استودیو برمیگردن، یه بیننده عزیزی برامون پیام فرستادن، گفتن که با سلام و خسته نباشید به کارکنان تلویزیون کومله. در اینجا جا داره در رابطه با پرستاران و پزشکان مشهد هرچند مختصر بحث بشه. آنها سازمان یافته به جنگ رژیم رفتند. حتی دخالت حکومتی در رابطه با زخمی‌ها محکوم شد. متحدانه اعلام کردند که جمهوری اسلامی صلاحیت اداره جامعه را ندارد. این حرکت میتونه راهگشای بسیاری از نهادها و سازمان‌های مدنی و اجتماعی سازمان یافته بشه که با ادبیات مربوط به خود و در ارتباط با صنف خود دخالت نیروهای حکومت را به حداقل برسانند و خواهشاً موضع کومله نسبت به اعتصاب و اعتراض فردا شنبه به صراحت اعلام بشه. قطعاً در حال حاضر هر نوع دعوت از مردم به امر مبارزه، چه با اعتصاب و اعتراضهای پراکنده در سطح شهر، جواب خواهد گرفت. زنده باد مردم متحد. با سپاس از بیننده گرامی که این پیام رو برای ما فرستادن. قطعاً که اگر در هر صنف و هر بیمارستان، هر جایی کارکنان، کارمندان، کارگران و حتی الان معلمان، دانش آموزان و حتی همه خلاصه مردمی که در هر جایی مشغول کار و فعالیت هستند، نباید رژیم از این بیشتر در کارهاشون دخالت کنه. قطعاً این یک موضع سرراست خواهد بود، اما مهم اینه که رژیم به خواسته اونها جواب بده. و در مورد اعتصاب فردا، قطعاً که سازمان ما کومله و حزب کمونیست ایران هر تصمیمی که مردم اتخاذ کنند و هر روش و تاکتیک مبارزاتی رو که انتخاب کنند، قطعاً ما از تصمیمات و حالا چه با اعتصاب باشه چه با اعتراض باشه حمایت میکنیم، چون اونها در اون شرایط هستن و اونها دقیق‌تر میتونن تصمیم بگیرن که چطور به مبارزهشون ادامه بدن. قطعاً الان که تصمیم گرفتن در روز شنبه دست به اعتصاب بزنن، ما حمایت قاطعانه خودمون رو از این اعتصاب اعلام میکنیم. فکر کنم که رفیق کاوان دچار مشکلی شدن، الان نمیدونم از طریق شاید یا اینترنتشون هست یا نه، ولی مشخصه که نمیتونن وارد استودیو بشن و ارتباطشون رو با ما برقرار کنن. امیدوارم که مشکل جدی نباشه. فکر کنم که برگشتن. رفیق کاوان صدای منو دارید؟ رفیق کاوان صدای منو دارید الان؟ بله بله بفرمایید، میتونید ادامه بدید. بله عذر میخوام که یه لحظه صدا قطع شد. داشتم خدمتتون عرض میکردم که بر طبق روال مردم زاهدان بعد از اون واقعه خونین، روال هر جمعه تظاهرات گسترده‌ای را در شهر زاهدان و شهرهای دیگه این استان انجام دادن و در بعضی از محلات حاشیه‌ای شهر زاهدان جوانان شجاع این شهر با مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی درگیر شدند. گزارش‌هایی از شهر تبریز داشتیم امروزه و در سراح امین شهر بله بینندگان عزیز، زمان برنامه داره به اتمام میرسه. در بخش بعدی برنامه زنده ویژه اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران، همکارم امیر در بخش کردی همراه شما هستند. امیدوارم که رفیق کاوان بتونن گزارششون رو در برنامهشون ارائه بدن. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و سپاسگزارم از بیننده عزیزی که این پیام رو برای ما فرستاده بودن. تا دیداری دوباره، به امید پیروزی، ایام بکام.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزا که پوسیدن، برای شرمندگی برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی.